بازی حیواناتی مانند گاو، گوسفند و بز بود و دانش طراحی پارچه را نیز داشت. در سال که دندانهای این افراد با مته سوراخ شده بود. در این تمدن از مته‌هایی از جنس سنگ چخماق برای سوراخ کردن دندانها استفاده می‌شد. سفال‌های لاآبدار، مجسمه‌های ظریف و رنگارنگ، زیورآلات متنوع، کوره‌های گداخت سنگ و سال 1928 میلادی گروهی از باستانشناسان فرانسوی در این ناحیه به پژوهش و بررسی سلام و پرداختند. درود خدمت تمامی بینندگان محترم. ما در کانال شوهاز قصد داریم به معرفی شاعران و نویسندگان مطرح بلوچستان بپردازیم. تمدن مهرگر بلوچستان، تمدنی که خود را به هیچ فرهنگی نباخت. امروز به سراغ یکی از تمدن‌های بزرگ این منطقه می‌رویم. تمدن مهرگر بلوچستان، تمدنی واقع در بلوچستان با قدمتی میان 7000 تا 9000 سال پیش از میلاد و جمعیتی حدود 25000 نفر که آغازگر کشاورزی و همچنین پرورش و اهلیسازی حیواناتی مانند گاو، گوسفند و بز بود و دانش طراحی پارچه را نیز داشت. در سال 1928 میلادی گروهی از باستانشناسان فرانسوی در این ناحیه به پژوهش و بررسی پرداختند. آنچه امروز از این تمدن می‌دانیم عمدتاً حاصل همان پژوهش‌ها و بررسی هاست که طی سالهای 1974 تا 2000 میلادی در حالی که کهنه‌ترین یافته‌های بشری در بین النهرین، استرالیا، آمریکای لاتین، مصر و چین بیش از 6000 سال قدمت ندارند، برآوردهای تاریخی از تمدن مهرگر نشان می‌دهد که مردمانی با سواد و آگاه در جامعه مدرن و سازمان یافته حدود 7000 تا 9000 سال پیش از میلاد در این تمدن زندگی می‌کردند. این مردم در ابتدا در کناره‌های رود بولان گرد هم آمدند و زندگی اجتماعی را آغاز کردند. در گذر زمان به سفالگری، پارچه بافی، اهلیسازی حیوانات و کشاورزی پرداختند. این تمدن در سال 1980 میلادی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد و در شهر بولان بلوچستان واقع است. در مورد دندان پزشکی در تمدن مهرگر باید گفت بر اساس گزارشی منتشر شده در 6 آوریل 2006 محققان ایتالیایی در دست کم 11 مورد از افراد دفن شده در گورستان این تمدن نشانه‌هایی یافتند که دندانهای این افراد با مته سوراخ شده بود. در این تمدن از مته‌هایی از جنس سنگ چخماق برای سوراخ کردن دندانها استفاده می‌شد تا درد دندان کاهش یابد. در اجساد اثری از پر کردن دندان دیده نشده و تنها سوراخکاری انجام می شده است. با این حال تحقیقات نشان داده که همین روش درمانی در آن زمان موفقیت آمیز بوده و به افراد امکان ادامه زندگی عادی می داده است. تمام آثار این تمدن از جمله مجسمه‌ها، سفال‌ها، تندیس‌های حیوانات و شمشیرهای کشف شده همکنون در موزه شهر سبی بلوچستان نگهداری می‌شوند. نخستین اکتشافات تاریخی این تمدن در سال 1974 میلادی انجام گرفت. در آن زمان چنین می‌نمود که نیمه گمشده‌ای از تاریخ بشری در حال کشف است و ذهن بسیاری از باستانشناسان را به خود مشغول کرده بود. باستانشناسان در نهایت به این نتیجه رسیدند که تاریخ تمدن مهرگر شامل 8 دوره متوالی است که به صورت زیر تقسیم بندی می شوند. 1. دوره اول از 7000 تا 5500 پیش از میلاد. 2. دوره دوم از 5500 تا 4800 پیش از میلاد. 3. دوره سوم از 4800 تا 3500 پیش از میلاد. 4. دوره چهارم از 3500 تا 3250 پیش از میلاد. 5. دوره پنجم از 3250 تا 3000 پیش از میلاد. 6. دوره ششم از 3000 تا 1900 پیش از میلاد. 7. دوره هفتم و هشتم تا زمان پایان این تمدن. برای آشنایی بیشتر این دوره ها را به تفکیک مرور می کنیم. دوره اول تمدن مهرگر. در این دوره هنوز استفاده گسترده‌ای از سفال دیده نمی شود. اما طبق تحقیقات منتشر شده در آوریل 2006 ساکنان مهرگر نخستین کسانی بودند
که در تاریخ به کشت محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، عناب و خرما پرداختند و حیوانات را اهلی کردند. همچنین آنها نخستین مردمانی بودند که انبارهای ذخیره غله را ایجاد کردند و از معادن مس استخراج انجام دادند. در این دوره برخلاف جوامع دیگر که مردگان خود را می‌سوزاندند یا در آفتاب رها می‌کردند، مردم مهرگر اجساد را همراه با لوازم شخصی و تجملات دفن می‌کردند. دوره دوم تمدن مهرگر. در این دوره فناوری و مهارت‌های مردمان این تمدن نسبت به گذشته پیشرفت زیادی داشت. سفال‌های لاآبدار، مجسمه‌های ظریف و رنگارنگ، زیورآلات متنوع، کوره‌های گداخت سنگ و مس و چاه‌های متعدد شهری از این دوره کشف شده است. شواهدی از وجود حمام‌های عمومی با سیستم دفع فاضلاب و مکان‌های جمع‌آوری زباله نیز یافت شده است. در بافت شهری مهرگر فاصله‌های معینی میان خانه‌ها مشاهده شده که به نظر می‌رسد کارکرد خیابان داشتند. خانه‌ها با نظم خاصی ساخته می‌شدند. در حفاری‌ها تعداد زیادی مجسمه زن کشف شد که احتمالاً پرستش می‌شدند. برخی از آنها گردنبند داشته یا کودکی در آغوش گرفتند و برخی تاج پارچه‌ای بر سر دارند که شبیه لنگ یا عمامه مردم امروزی بلوچستان است. تعداد زیاد مجسمه‌های زن در این تمدن نشان از جایگاه والا و احترام ویژه زنان دارد. جایگاهی که شاید در فرهنگ بلوچ کنونی نیز ریشه در همان دوران داشته باشد. خانه‌های این دوره از آجرهای خام به ابعاد 60 در 12 سانتیمتر ساخته می‌شدند و معمولاً 4 اتاق داشتند. سقف‌ها با برگ گیاهان و گل پوشیده می‌شد و دیوارها با نقاشی‌های هندسی تزیین می‌گردیدند. قدیمی‌ترین مجسمه این تمدن مجسمه مادر مرواری است که نمایی ایستاده دارد و اثری منحصر به فرد به شمار می‌آید. تاکنون هیچ آثار مشابهی در دیگر نقاط جهان یافت نشده مگر چند مجسمه در ترکمنستان که متعلق به دوره‌ای 2 تا 3000 سال پس از مهرگر هستند. برخی از مجسمه‌ها دارای اعضای سوراخ شده یا مارهایی پیچیده به دور بدنند که احتمالاً نشان دهنده باورهای آیینی، تمایل به کنترل نیروهای طبیعت یا کاربرد جادویی بودند. این سوراخ‌کاری‌ها شاید نشانه گرایش به درمان دردهای فیزیکی و روانی باشد. دوره سوم تمدن مهرگر. در این دوره مجسمه‌ها بیشتر به رنگ‌های قرمز مایل به قهوه‌ای هستند و تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد در آنها رعایت شده است. مردان ایستاده با بازوان صاف و زنان نشسته با زیورآلات و موهای بافته شده به تصویر کشیده شده‌اند. این علاقه به ساخت پیکره‌های انسانی بعدها در سرزمین مکان نیز ادامه یافت. نمونه بارز آن موزه طبیعی سفال کلپرگان در سراوان بلوچستان امروزی است که هنوز این هنر را زنده نگه داشته است. با در نظر گرفتن قدمت تمدن مهرگر می توان گفت تمدن‌های منطقه مانند افغانستان، پاکستان و تاجیکستان وامدار آن بودند. شباهت‌های بسیاری میان آثار مهرگر و شهر سوخته یا تمدن‌های پیرامون مشاهده می‌شود. آنچه مهرگر را متمایز می‌کند، قدمت، تداوم و تحول آن است. در هر یک از دوره‌های هشتگانه پیشرفت علمی، فنی و هنری قابل مشاهده است. به باور باستانشناسان، مهرگر تمدنی بومی بوده که از دل مردم منطقه برخاسته و نه وامدار تمدنی دیگر. آثار آن در فرهنگ و سنت‌های بلوچستان تا امروز باقی مانده است. از سفال کلپرگان گرفته تا لباس‌های سنتی زنان و مردان بلوچ که همگی ریشه در میراث مهرگر دارند. مجسمه‌های انسانی کشف شده در مهرگر نشان می‌دهد که قدیمی‌ترین مجسمه‌های سرامیکی جنوب آسیا در این منطقه ساخته شده‌اند. حتی پیش از رواج سفالگری. در آغاز این پیکره‌ها ساده بودند، اما به تدریج با جزئیات بیشتری همراه شدند. از دوره هفتم به بعد هیچ مجسمه مردانه‌ای یافت نشده
و تمام پیکره ها زنانه اند. نشانه ای از جایگاه برتر زن یا شاید باورهای مذهبی خاص آن دوران. آیان تمدن مهرگر بر اساس گزارش هیئت باستانشناسی فرانسوی در فاصله سالهای 2600 تا 1900 پیش از میلاد ساکنان مهرگر شهر را ترک کرده و به منطقه‌ای در 5 کیلومتری شمال آن مهاجرت کردند و تمدن جدیدی به نام نوشارو را بنیان گذاشتند. این مهاجرت پایانی بود بر حیات تمدن چند هزار ساله مهرگر.